درود، من عباسی هستم. در خدمتتون هستم با یه توضیح مختصر در رابطه با نرم افزار فرایاد. نرم افزار بخشی که الان در خدمتتون این رو ارائه میدم در واقع بخشی هست که روی وب هست و وب اپلیکیشن نرم افزار هست. با همین یوزرنیم و پسوردی که برای شما ارسال می‌کنم میتونید وارد بشید و به تمام بخش‌های سیستم دسترسی داشته باشید. خب من اینجا لاگین میکنم. بعد از لاگین وارد صفحه یا ماژول اتوماسیون اداری میشیم که شامل حالا پیشخوان این صفحه است که یک تقویم داره برای ثبت رویدادها. شما میتونید رویدادهای کاریتون رو اینجا توی تقویم ثبت بکنید و به این شکل حالا این رویدادها میتونن رویدادهای عادی باشن یا مالی باشن. اون تایمی که مشخص میکنید برای شما پیامک ارسال میشه از طریق یا SMS هست یا اینکه اون پیام از طریق واتساپ میتونه باشه یا حتی ایمیل. مجددا برمیگردم به پیشخوان. اینجا بخش نامه‌نگاری هست که میتونید نامه‌نگاری داخلی سیستم رو داشته باشید و نامه‌هاتون رو ارسال بکنید. با کمک دستیار صوتی حتی میتونید نامه رو تایپ بکنید و موارد دیگه ای که توی داتاب نامه‌های دریافتی رو ببینید و نامه‌های ارسالی. مشخصه که الان نامه‌ای که ارسال می‌کنید هر کسی که اون نامه رو دیده و باز کرد. یه بخش داریم اینجا، بخش تنخواهگردان. حالا چرا ما بعضی چیزها رو اینجا مثلا به این شکل بولد می‌کنیم؟ بلکه اینا نقاط کلی هستن در سیستم‌های مالی که وجود ندارن، بعضا توی نرم افزارهای حسابداری دیده نشدن یا امکان کار براشون فراهم نشده. مثلا تنخواهگردانی که از اون موارد هست توی سیستم‌ها، کارپردازهای یه مجموعه معمولاً یعنی اینا رو به شکل دستی حالا روی کاغذ می‌نویسن یا فرم خاصی رو پر میکنن و ممکنه حالا اطلاعات توی سیستم ثبت نشه، وارد نشه توی سیستم و موارد اینجا این ثبت هزینه کردها و گزارشش رو برای حسابداری راحت میکنه. برای خود کارپرداز میتونه ضمیمه بکنه فاکتوری رو که گرفته، مبلغ و تاریخ رو و اینکه بابت چی مبلغ رو هزینه کرده و سایر. من حالا یه مقدار سریعتر جلو میرم که ویدیو کوتاه‌تر بشه. در کنار اون بحث انبار هست که این انبار با درخواست از انبار شروع میشه و با تحویل اون کالا از انبار در واقع پایان پیدا میکنه، یا اینکه میتونه در بین راه اون درخواست انبار اگر اون موارد خواسته شده از انبار توی انبار وجود نداشته باشه تبدیل بشه به درخواست خرید و برای باز کارپرداز ارسال بشه. تحویل کالا با کد تحویل هست که پیامک میشه یا واتساپ ارسال میشه. در واقع کد برای اون درخواست دهنده میره و با کد مراجعه بکنه به انبار. یک کنترل در واقع گردش کاری رو روی بحث درخواست‌های انبار میذاره. توی بخش صنعتی این مورد خیلی اهمیت داره که باز معمولا توی سیستم‌های حسابداری و انبار وجود نداره. در کنار اون اطلاعیه ها رو داریم که میتونن حالا بحث به اصطلاح ثبت اطلاعیه ها و اینکه اطلاعیه هایی که برای کل سیستم میاد اون توی پیشخوان در واقع اینجا اطلاعیه ها رو میتونن ببینن. بحث مدیریت هست که حالا برای درج اطلاعیه هست و سایر آیتم هایی که اینجا نسخه پشتیبان رو میتونن بگیرن وضعیت سیستم رو ببینن. از این قسمت پنل ها رو میتونیم تغییر بدیم. الان توی پنل اتوماسیون هستیم، وارد مثلا پنل اداری بشیم. توی پنل اداری هم ما میتونیم اینجا توی پنل اداری هم ما میتونیم در واقع پرسنل موقت رو مدیریت کنیم، چون باز توی بخش صنعتی برای پرسنل دائم مواردی وجود دارن برای پرسنل موقت خیلی. توی بخش حسابداری ما بحث خرید و ثبت خلاصه فاکتور خرید رو داریم، گزارشات مربوط به خلاصه فاکتور خرید رو داریم، کارکرد پرسنل موقت رو ببینیم و کارکرد ماشین‌آلات صنعتی رو میتونیم ببینیم. در حقیقت اینجا مشخص میشه که یک ماشینی در چه محلی و توسط چه راننده‌ای به چه مدت کار کرده. این اهمیتش باز در اینه که مثلا اگر یک کارخونه یک مزرعه صنعتی رو در نظر بگیرید که حالا ماشین‌آلات اون مزرعه جای مختلف دارن کار میکنن، توی جای مختلف دارن کار میکنن توی اون مزرعه، مشخصه که قیمت تمام شده این در حقیقت این برای بحث قیمت تمام شده اون محصول اهمیت پیدا میکنه که چند ساعت ماشین‌آلات کار کرده. مثلا اون تعریف ماشین‌آلات هست و که اینجا در حسابداری تعریف میشه و اینجا فهرست ماشین‌آلات رو میشه دید. و البته لازم به ذکره که ما یه دستگاهی رو هم در کنار این نرم افزار
درست کردیم که این دستگاه متصل هست در واقع به اینترنت، متصل میشه به اینترنت و اطلاعات و دیتاهایی رو که لاگ برداری میکنه به سیستم ارسال میکنه. دیتا شامل چی میشن؟ که شامل ساعت کارکرد ماشین حالا میشه. یعنی این دستگاه میتونه روی یک ماشین، مثلا روی یک لودر یا یک مثلا فرض کنید تراکتور نصب بشه و از زمانی که روشن میشه تا زمانی که خاموش میشه ساعت کارکردش رو محاسبه بکنه و همینطور محل فعالیتش رو ثبت بکنه با جی پی اس. این اهمیتش برای این باز در واقع این هست که در یه تایم خاصی اگه قرار هست اون ماشین سرویس بشه، ما میتونیم با داشتن ساعت کارکرد اون سرویس ماشین رو به موقع انجام بدیم که یه دفعه مشکل پیدا نشه برای ماشین. و همینطور باز توی بحث قیمت تمام شده محصول اینجا با ماشین دیگه میشه و دیتا دستی ارسال نمیشه و اتوماتیک از طریق اون دستگاه فدلاگ که ما اون تولید کردیم ارسال میشه. همینطور اینکه این دستگاه میتونه دما و رطوبت رو هم نگه داره و لاگ برداری کنه، مثلا بهش بگیم هر 5 دقیقه یک بار رطوبت دستگاه یا ببخشید رطوبت محیط یا دمای محیط رو هم ارسال بکنه. جاهایی که مثل گلخونه های صنعتی که مثلا اهمیت داره براشون دما و رطوبت، این دستگاه باز کار پیدا. و حالا سایر بخش‌هایی که وجود داره در بحث حسابداری، پنل انبار که همونجور که قبلا هم گفتم باز بخش‌های مربوط به انبار هست که اینجا کاملتر هست. مدیریت کالاها هست که چون کالاها تعریف بشه، کالاها ما با استفاده از بارگذاری لیست کالا آپلود کنیم، یعنی در فایل اکسل بدیم، حتی اصلاح موضوع رو به همین شیوه انجام بدیم، گزارش گردش کالا رو ببینیم و سایر آیتم ها. عرض شود که در مورد خرید هم که درخواست‌های خرید رو جا مدیریت میکنیم. حالا چه تفاوتی میکنه این سایر نرم افزارهای مثلا انبار؟ ببینید دقیقا همون باز برمیگردم به اون نقطه‌ای که ما نقص‌هایی رو که در سیستم‌های انبارداری و خرید وجود داره اومدیم متفق کردیم. به عنوان مثال من الان بگم کاربردش رو در داروخانه. در داروخانه یک موضوعی که اهمیت داره موضوع خرید هست، چون که از شرکت‌های مختلفی خرید کالا انجام میشه و این خرید کالا خیلی با اهمیت هست اونجا. اینکه کالا به کدوم شرکت، اون کالای مورد نیاز داروخانه به کدوم شرکت سفارش داده شده، توسط کدوم ویزیتور اون شرکت و چه کالاهایی سفارش داده شده به شرکت، در چه تاریخی سفارش داده شده. خب اینا مواردی هست که نرم افزارهای فعلی نمیتونن حلش بکنن. نرم افزارهای فروش داروخانه در واقع این موارد رو ندارن، ولی مثلا ما این رو اومدیم ایجاد کردیم که کالاها ببخشید درخواست‌ها ارسال میشن، مدیر تایید میکنه، بعد ویزیتور شرکت میتونه اون درخواست رو ببینه، درخواست کالاهایی که وجود داره در اون داروخانه و اون آیتم هایی رو که میتونه تامین کنه مشخص بکنه، در کنارش کالای اضافی در زمان تحویل با فاکتور برای داروخانه نیاره، که این خیلی یکی از مباحثی هست که توی داروخانه خیلی کنش براشون حائز اهمیت است. و خب با توجه به بازار وسیعی که وجود داره، در واقع مارکت بزرگی که وجود داره، ما چیز در حدود 15,000 داروخانه در ایران داریم، میتونه این قضیه خیلی مناسب باشه. این نرم افزار در واقع خیلی کمک میکنه، تنها نرم افزاری است که فعلا این ابزار رو داره و این امکان رو داره و مثلا توی مارکت داروخانه میتونه خیلی با استقبال مواجه بشه. کما اینکه فعلا هم ما چند تا از داروخانه ها رو در حقیقت نرم افزار رو براشون اجرایی کردیم. من حالا باز رد میشم از این بحث و جلو میرم و میریم سراغ پنل بعدی. پنل مدیریت خدمات هست. توی پنل مدیریت خدمات به این شکل هست که ما برای یک مجموعه ای که خدماتی رو ارائه میده، مثلا یک کلینیک قلب، میایم و اون خدمات رو تعریف میکنیم که چه خدماتی انجام میشه. مثلا در این کلینیک قلب خدماتی تعریف میشه مثلا اکوکاردیوگرافی، ویزیت جراح قلب، نوار قلب، تست ورزشه و حالا سایر آیتم. این سرویس ها توسط کی انجام میشه، حتی اینکه قیمت ارائه اون سرویس ها ممکنه متفاوت باشه. در مورد مسائل پزشکی نه، ولی فرض کنیم اگر این رو بیایم برای یک مجموعه دیگه ای که خدماتی ارائه میدن مثل آرایشگاه در نظر بگیریم، باز میتونه قیمت یکی از خدمات میتونه چند قیمتی باشه با توجه به استانداردی که انجام و اینکه توی چه محل‌هایی انجام میشه. چه محل‌هایی منظورم که هم میتونه شعبه‌های مختلف داشته باشه، هم میتونه
مثلا تخت یا میز متفاوتی داشته باشه. مثلا ممکنه نوار قلب در این مرکز در 3 جای مختلف تعریف بشه. خب محل خدمات رو میشه تعریف کرد که در حقیقت این محل خدمات ها کجا هست و چه جاهایی میتونه این خدمات ارائه بشه. در کنارش این رو ما میتونیم به شکل نوبت‌دهی آنلاین در بیاریم، یعنی در حقیقت از بیرون اون کسی که درخواست یک سرویسی رو داره میتونه نوبت بگیره، نوبتش تعیین میشه، بعد توی صف‌های مختلف قرار میگیره، اینکه حالا توی هر صفحه مخصوص خودش قرار میگیره و نهایتاً به اصطلاح در اون تایم بعد وقتی نوبتش رسید صدا زده میشه و اون خدماتش رو دریافت. در پایان روز هم که باز میتونن گزارش رو بگیرن، نمودارششون و سایر آیتم ها. خب این یکی از موارد در واقع این ماژول مدیریت خدمات میتونه در صنف‌های مختلف، در صنوف مختلف، حالا چه پزشکی باشه یا خدمات دیگه‌ای باشه، میتونه کاربرد داشته باشه و هم نوبت‌دهیشون رو انجام بده، هم موارد دیگه. توسعه‌ای که ما داریم انجام میدیم اینجا قرار هست که برای بحث کلینیک‌های پزشکی بحث نگهداری از پرونده الکترونیک هم انجام بشه، با توجه به اینکه سیستم ما یک مجموعه یک پارچه هست. این ماژول ها هم میتونن تکی کار بکنن، هم میتونن متصل باشن. مثلا توی اتوماسیون هم این مدیریت خدمات با اتوماسیون در واقع یک پارچه است. به خاطر همین ما الان داریم بحث پرونده پزشکی رو هم کار میکنیم که پرونده پزشکی هم اینجا نگهداری میشه، میاد توی بخش اتوماسیون، در اونجا در دسترس هم پزشک میتونه قرار بگیره، هم حالا اون بحث قسمت‌هایش که لازم باشه میتونه در اختیار خود بیمار هم قرار بگیره. باز اومدیم جلوتر اینجا بحث پروژه ها رو داریم توی سیستم که اینجا میتونیم پروژه های مختلف رو تعریف بکنیم. یه پروژه تعریف بشه مثلا مثلا حالا توی یه مزرعه میتونه پروژه محصول، مثلا تولید محصول مثلا کلم بروکلی باشه. بعد اون میتونه حالا خودش زیر مجموعه هایی داشته باشه اون پروژه که در واقع شامل 3 تا مرحله کاشت و داشت و برداشت باشه و ادامه ماجرا این برای بحث کنترل پروژه و اینکه چند درصد اون پروژه جلو رفته کاربرد داره و این هم هنوز در حال توسعه هست و داریم در واقع بخش‌های بیشتری رو بهش اضافه می‌کنیم. بحث شیفت بندی پرسنل هست که چه تو بخش صنعتی چه توی بخش پزشکی خیلی کاربرد داره. اینجا ما میتونیم شیفت‌های مختلف رو تعریف بکنیم، افراد رو در واقع که از قبل وارد سیستم کردیم تعیین کنیم که ما چند تا شیفت داریم توی مجموعه‌مون و شیفت بندی رو که کار بسیار پیچیده‌ای هست برای مجموعه ها، این سیستم میاد به صورت اتوماتیک و عادلانه انجام میده. یعنی اینکه مثلا فرض کنید در جایی که سه نوبت 3 شیفت کاری وجود داره، یه نفر مثلا حالا شیفت اول شب کاره، شیفت بعدی قاعدتا دیگه صبح هم نمیاد و بذارنش شیفت عصری که عدالت در حقیقت توی گردش شیفت رعایت بشه و این میاد خودش سیستم میاد به صورت اتوماتیک و عادلانه این کار شیفت بندی رو انجام میده و از اون طرف خود پرسنل هم دسترسی دارن به اینکه شیفت های کاریشون ببینن. بخش دیگه ای که هست بخش باسکول هست که حالا من سعی می‌کنم این بخش باسکول رو روی یک پنلی که باسکول وجود داره و دیتای واقعی داره، مال حالا یکی از کارهایی هست که یکی از مشتریان ما هست، اینو نشون میدم خدمت. خب اینجا در حقیقت مربوط هست به پنل باسکول. پنل باسکول به کارخونجات یا حالا محل هایی که باسکول برای توزیع کالاشون و تریلیکش در یا تریلیکش شدن کمک میکنه که بیان و مدیر اون مجموعه بتونه به اصطلاح اون دیتایی رو که سیستم داره، مثلا اینکه چقدر محصول وارد اون ببینه و اینکه حتی به صورت آنلاین ببینه که الان چه تعداد ماشین توی کارخونه در حال تخلیه هست. این مثلا حالا این خط اول شماره 1 ولی شماره 1 ما در حال تخلیه هست، یعنی وارد کارخونه شده و داره تخلیه میشه و هنوز مرحله دومش تکمیل نشده که خارج نشده است. این سیستم به این شکل هست که یک نرم افزار اپلیکیشن دسکتاپ داره که با کمک هوش مصنوعی ما یه سیستم پلاک خام ایجاد کردیم، در واقع هوش مصنوعی که خودمون توسعه دادیم و ماشین لرنینگ که خود ما توسعه دادیم و ارتباطی با API ها و AI های موجود نداره، خودش مستقل هست و میتونه پلاک ماشین رو بخونه بدون نیاز به اینکه اپراتور بخواد ثبت کنه
و بقیه مراحل کاری توی اون کارخونه یا اون بازگویی انجام میشه. اینجا هم که گزارش‌هاش به صورت آنلاین، مثلا ما فرض کنید در یکی از هلدینگ‌هایی که وجود داره توی کشور، هلدینگ صنایع غذایی هست، یه کارخونه اینجا دارن، کارخونه طبیعت که روبوچه تولید میکنه در نزدیکی های شیراز و توی هلدینگشون کامل نظارت دارن از طریق همین سیستم که اینجا توی کارخونه شیرازشون چقدر گوجه فرنگی یا سایر کالاها وارد شده یا خارج شده. خب این امکانیه که بهشون میده. و حالا پنل مدیریت سیستم در نهایت که میتونه برای تعریف هایی که توی سیستم وجود داره استفاده بشه، تعریف کاربر و سایر آیتم هایی که مورد نیاز هست. در مورد حالا اون نرم افزار و پنل مدیریت خدمات که هست کردن توی چیز وجود داره، توی کلینیک ها وجود داشته باشه. مثلا یکی از مشتریای ما کلینیک قلب آقای دکتر شفیعی هست که عضو کنگره هیئت رئیسه کنگره قلب ایران هم هستن ایشون. و مثلا توی کلینیک این در واقع پنلی هست که روی تلویزیون برای بیماران نمایش داده میشه که بدونن چند نفر در صف انتظار هستند و کیا کارشون تمام شده و چه کسی در حال دریافت چه خدماتی توی کلینیک هست. خب امیدوارم که حالا توضیحاتم رضایت بخش بوده باشه و چنانچه سوالی بودن در خدمتتون هستم. متشکرم از توجه.